بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، به سخنان پندآمیز پیامبری بزرگوار و دل سوزانه پیامبر گوش دهید برادرای گرامی که چگونه برای امتش دعا میکرد. از مادرمان عایشه رضی الله عنها فرمودند که مادرمان عایشه فرمود: لما رأیت من النبی صلی الله علیه و سلم طیب النفس، هنگامی که دیدم پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم که خیلی خوشحال بود، نفسش خوشحال بود، گفتم ای رسول الله ادعو الله لی، ای رسول الله برای من دعا کن. فقال، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اللهم اغفر لعائشه ما تقدم من ذنبها و ما تأخر، ای الله بیامرز برای عایشه آن گناهانی که پیش کرده است و آن گناهانی که از پیش میکند، از پیش کرده است و از پیش میکند، ما اسرت و ما اعلنت، آن گناهایی که پنهانی کرده است و آن گناهایی که روی کشاد کرده است. همین دعاش کرد. ببینید چه گونه، چه خیلی دعای نیکی است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گناههای پس و پیش الله ببخشد و آن چه که سری و پنهانی کرده ای دعاش میند که الله ببخشدش. فضحكت عائشه حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، مادرمان عایشه خندید تا آنی که از خندیدن بسیار سرش در دامنش افتاد، از خندیدن بسیار. قال لها رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم به او گفت: ایسرکی دعایی، آیا این دعای من تو را خوشحال کرد؟ آیا این دعای من تو را خرسند کرد؟ فقالت وما لی لا یسرنی دعاؤک، بلی چرا دعای تو مرا خرسند نکند ای پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم، دعای نیکی که برای من کردی. فقال صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت، نه گوش کن برادران گرامی و خواهران که چی میگد پیامبر بزرگوار: والله انها لدعایی لامتی فی کل صلاه، پیامبر بزرگوار سوگند میخورد به الله که هر آینه همین دعایی که من برای تو کردم، این دعای من برای امتم است در هر یک نماز. تصور میکنید که پیغمبر برای ما و شما در هر یک نمازش همین دعا را میکرد که ای الله گناههای امتان ما، آن چیزی که پیش کردند و آن چیزی که در آینده میکنند، آن چیزی که در گذشته کردند در آینده میکنند، آن چیزی که پنهانی کردند و آن چیزی که آشکارا کردند، ببخش. همین دعا را برای ما در نمازش هر یک نمازش میکند. پس ببینید برادران گرامی که چه خیلی پیامبر بزرگوار برای امتش چه خیلی دلسوز بود. برای همین چنگ بزنید، به سنتش زنده کنید، سنت پیامبر پیروی سنت کنید برادران و خواهران گرامی.